سلام دوستان عزیزم، به کانال خودتون یعنی عصر دانستنی خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم حقایقی در مورد جنگل آمازون رو برای شما شرح بدیم. پس ادامه ویدیو رو با ما همراه باشید و جایی نرید رو این ویدیو رو لایک بکنید و کانال ما رو سابسکرایب بکنید. زنگوله کنارش هم روشن بکنید که ویدیو بعدی رو از دست ندید. دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. جنگل آمازون بزرگترین جنگل بارانی در سراسر جهانه. برای درک بهتر بزرگی این جنگل تنها ذکر این نکته کافی نیست که مساحت آمازون 5 برابر مساحت ایران، 17 برابر مساحت انگلستان و 15 برابر مساحت آلمانه. رودخانه آمازون که در این جنگل جریان داره پرآبترین رودخانه جهان و دومین رودخانه طولانی بعد از رود نیل است. در جنگل بارانی آمازون 16,000 گونه درخت و بیش از 390 میلیارد درخت یافت میشه. علاوه بر این، برخی اعتقاد دارند که مردم و قبایلی در آمازون وجود دارند که تاکنون هیچ ارتباطی با جوامع پیشرفته بشری نداشته و زندگی خود را مانند انسان‌های اولیه سپری می‌کنند. همانطور که در تصویر می‌بینید، بخش اصلی جنگل آمازون بیش از 60% در کشور برزیل قرار داره. متاسفانه افزایش جمعیت برزیل در طول سده گذشته منجر به آسیب‌هایی به این گنجینه تاریخی بشر شده. جنگل بارانی آمازون غنی‌ترین و متنوع‌ترین گنجینه بیولوژیکی جهانه که حاوی چندین میلیون گونه حشرات، گیاهان، پرندگان و سایر اشکال حیات است که هنوز بسیاری از اونها توسط علم ثبت نشده. جالبه بدونی که رودخانه آمازون بیش از 20% کل حجم آب شیرین کره زمین رو تشکیل میده. از طرف دیگه 1/3 از تمام گونه‌های گیاهی و جانوری جهان در این جنگل شگفت انگیز قرار دارد. سوال دوم، آشنایی با گیاهان و حیوانات جنگل آمازون. حدود 10% از گونه‌های شناخته شده جانوری جهان در این جنگل زندگی می‌کند. در طی 10 سال اخیر به طور متوسط هر 3 روز یک گونه جدید در آمازون کشف میشه. گونه‌های گیاهی نیز در آمازون بسیار متنوع هستند. تاکنون حدود 40,000 گونه مختلف گیاهی در این مناطق شناسایی شده‌اند که برخی از اونها خاص درمانی دارند. طبق آخرین گزارش نشنال جئوگرافیک، در حال حاضر 1300 گونه پرنده، 3000 گونه ماهی و 430 گونه پستاندار در جنگل آمازون زندگی می‌کنند و این منطقه را زیستگاه خود می‌دانند. اولین سوالی که در ذهن شما شکل می‌گیره، جنگل آمازون کجاست؟ بزرگترین جنگل جهان یعنی آمازون در آمریکای جنوبی واقع شده. این جنگل 6,007,000,000 کیلومتر مربع وسعت داره که معادل 4% کل جهان سطح کره زمینه. ضمن این که این جنگل 40% از کل کشور برزیل رو شامل میشه. جنگل بارانی آمازون بخشهایی از کشورهای برزیل، بولیوی، پرو، اکوادور، کلمبیا، ونزوئلا، گویان سورینام و گویان فرانسوی را شامل میشه. حدوداً 2/3 از مساحت این جنگل گرمسیری در برزیل قرار داره. جنگل بارانی آمازون در تمام طول سال آب و هوای گرم و مرطوب داره. دمای این مناطق در طول ماه‌های گرم سال حدود 37 درجه سانتیگراده. این دما در فصل‌های سرد تنها 11 درجه خنک‌تر میشه. رطوبت هوا در بخش‌های از این جنگل گاهی تا 60% هم میرسه. جنگل آمازون از شمال به ارتفاعات گویان، از غرب به کوههای آند، از جنوب فنلاند مرکزی برزیل و از شرق به اقیانوس اطلس محدود می‌شود. پرندگان زیبایی بزرگترین جنگل جهان. گونه‌های پرنده جنگل آمازون نیز بسیار متنوع هستند. پرو با ثبت بیش از 139 گونه بومی پرنده بیشترین تنوع پرندگان این جنگل رو داره. شاید بتوان گفت مناطقی از جنگل بارانی آمازون که در پرو قرار دارند بهترین مکان برای دوستداران پرندگان باشند. یکی از عجیب‌ترین و دیدنی‌ترین پرندگان آمازون هواتزین است. این پرنده زیبا تاج بزرگی داره و از نظر ظاهری بسیار شبیه به قرقاول است. به دلیل همین شباهت ظاهری به هواتزین، قرقاول کانج نیز گفته می شود. این پرنده زیبا گاهن به دلیل بوی بدی که دارد به نام پرنده بدبو نیز خوانده میشه. بوی بد این پرنده به دلیل آنزیم‌های سیستم گوارش است.
گفته می شود که این پرنده از نسل دایناسورها مشتق می شدند و بسیار به اونها شبیه است. این موضوع باعث شده تا این پرنده برای محققان بسیار عجیب باشد. متاسفانه به دلیل جنگل زدایی‌های چند سال اخیر و تخریب زیستگاه پرندگان آمازون، بسیاری از گونه‌های پرندگان این جنگل در خطر انقراض قرار گرفتند. پروانه‌های دیدنی جنگل بارانی آمازون. پروانه‌ها یکی از دیدنی‌ترین موجودات زنده جنگل آمازون هستند. در واقع پروانه‌ها را می‌توان یکی از دلایل اصلی سفر گردشگران به جنگل بارانی آمازون دانست. در ادامه با زیباترین پروانه‌های آمازون آشنا می‌شیم. بولومورفو زیباترین پروانه آمازون است. ویژگی اصلی اون داشتن بالهای بزرگ 4 اینچی است. این پروانه از خانواده نیومیپیرالارن است. از طریق انتشار بوی نامطبوع او از خود دفاع می‌کند. پروانه شیشه‌ای یکی دیگر از دیدنی‌ترین موجودات آمازون پروانه‌های شیشه‌ای هستند. این پروانه‌ها دو بال کاملا شفاف دارند که در برخی دارای نگارهای رنگی است. این پروانه‌ها معمولاً بدنی قرمز یا بنفش دارند. پروانه‌های شیشه‌ای از گل‌ها و گیاهان سمی تغذیه می‌کنند. این سم در بدن آنها تجمع می‌کند و باعث می‌شود که شکارچیان از خوردن آنها صرف نظر کنند. الان دیگه شناخت کامل از جنگل آمازون دارید. حالا بریم چند تا از موجودات عجیبی که در جنگل‌های آمازون زندگی می‌کنند رو برای شما شرح بدیم. شماره 1. آناکوندای سبز. آناکوندای سبز بیشتر از 9 متر طول و 230 کیلوگرم وزن داره که به تنهایی وحشتناک است. آناکوندای سبز بزرگترین مار جهانه و بیشتر وقت خود را در رودخانه‌های آمازون و در حال انتظار برای گرفتن شکار می‌گذرانه. با اینکه این مار سرعت بالایی داره و در آب‌ها بدون زحمت حرکت می‌کنه، اما به دلیل اندازه‌ای که داره گاهی در مسیرها دچار مشکل میشه. آناکوندای سبز همه هیکل خودش رو دور تومه میپیچاند و همزمان با کشیدن اون داخل آب تومه را خفه میکنه. این مار به جز در زمانهایی که گرسنه است حمله نمیکنه و معمولا وقتی سیر باشد اصلا آسیبی به شما وارد نمیکنه. با این حال اگر در جنگل‌های آمازون با آناکوندای سبز روبرو شدید، پا به فرار بگذارید. شماره 3. پشه. در میان این موجودات خزنده، پشه کوچکترین موجود کشنده لیست محسوب میشه. پشه ها حامل بیماری‌های مانند مالاریا هستند و اگر شما رو نیش بزنه، بیماری به سرعت وارد جریان خون شما میشه و اگر واکسینه نباشید باعث مرگ شما میشه. چیزی که درباره این موجودات وجود داره اینه که شما اصلا متوجه حضور اونها نمیشید و نمیدانید کی نیشتان زده. به همین دلیل باید از اونها بیشتر از یک مار ترسید و اینکه ما فکر می‌کنیم ممکن است آسیب کمی به ما برساند، اما اینطور نیست. شماره 4. عنکبوت‌های سرگردان برزیلی. از عنکبوت‌های سرگردان برزیلی 8 گونه وجود داره که همه اونها رو میتوان در جنگل‌های آمازون پیدا کرد. این خانواده از عنکبوت‌ها جزء سمی‌ترین و وحشتناک‌ترین این حیوانات در دنیا هستند. اونها در هر بار نیش زدن حجم زیادی از سم خود را وارد بدن قربانی میکنه که اگر به سرعت خارج نشود باعث تنگی نفس میشه. البته این موجودات شبها در جستجوی غذا بیرون میآیند و بهتر است شبها را در آمازون نگذرانید. خب دوستان، این بود از ویدیو امروز. امیدوارم لذت برده باشید. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید، همراه کانال عصر دانستنی شدید. ممنون میشم این ویدیو رو لایک بکنید و کانال ما رو سابسکرایب بکنید. زنگوله کانالش هم کلیک بکنید تا از ویدیو بعدی مطلع بشید و بیایید ویدیوهای ما رو تماشا بکنید. دمتون گرم. خدا نگهدار.